سلام بچه ها، اینجا جنگل هیرکانیه. جنگل های هیرکانی در مازندران، گیلان و گلستان هستن. توی نقشه رو نگاه کنین. این جنگل های هیرکانی مثل یک نوار سبز زیر دریای خزر هست. اینجا پر از درخت‌های پهنبرگه، درخت‌های مثل انجیلی و بلوط. من با حواسم از این جنگل زیبا لذت میبرم. با چشمام سرسبزی رو میبینم، با گوشام صدای پرنده ها رو میشنوم، با حس چشای میوه های جنگلی رو میچشم، با حس بویایی بوی درخت‌ها و علف‌ها رو احساس می‌کنم. توی جنگل نباید آتش روشن کنیم و حتی درخت‌ها رو قطع نکنیم. ما باید از جنگل‌های هیرکانی مراقبت کنیم. Hello guys, here is Hirkani jungle. This jungle is in the Mazandaran. We have tiger here, and we have some white fruits here. We have some mushrooms. We shouldn't off-road in the jungle. We shouldn't cut the trees. We shouldn't make fire in the jungle. We need to take care of the jungle. Look at these beautiful pictures and enjoy.